شهرباز و شاه زمان بدون اینکه کسی متوجه شه تو تاریکی شب از قصر بیرون اومدن و بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشن به راه افتادن. چند روزی رو توی بیابون راه رفتن تا به ساحل دریای عمان رسیدن. در اونجا درخت سرسبزی رو دیدن که چشمه زلالی زیر اون میجوشید. اون دو برادر انقدر خسته بودن که پای چشمه نشستن تا یکم استراحت کنن و آب بنوشن. اما یه دفعه از اون دورا یک گرد و خاک عجیبی بلند شد. یه صدای قرشی اومد که زمین و زمان رو به لرزه در آورد. اون دو برادر از ترس رفتن بالای درخت و قایم شدن. شهرباز و شاه زمان که بالای درخت قایم شده بودن، غول بیشاخ و دومی رو دیدن که به شدت زشت و کریه بود و به سمت چشمه می اومد. اون غول یه صندوق بزرگی رو با خودش حمل می کرد. غول وقتی به پای چشمه رسید، صندوق رو روی زمین گذاشت و در اون رو باز کرد و یه دفعه یه دختر خیلی خوشگل و دلفریب از اون بیرون اومد. غول به دختر گفت: تمام مسیر من صندوق تو رو روی سرم گذاشتم و اومدم. الان خیلی خستم، دلم میخواد بخوابم. تو هم مثل همیشه بالای سرم بشین و مراقب اطراف باش. اگه مشکلی پیش اومد همونجور که خودت میدونی منو بیدار کن. بعد از گفتن این حرف غول چشاشو بست و صدای خورناسش تا آسمون رفت. یکم که خواب غول سنگین شد، دختر زیبا از جیب لباسش یه طنابی رو در آورد که حلقه های ازدواج زیادی ازش آویزون بود. دختر با صدای بلند شروع به شمردن کرد. 1 2 3 4 تا به عدد 570 رسید. بعد با صدای بلند گفت: امیدوارم وقتی این افریت خوابه یه مرد بیاد و بتونم حلقه 571 هم ازش بگیرم. شهرباز و شاه زمان وقتی دختر زیبارو رو دیدن از بالای درخت پایین اومدن و مقابل اون ایستادن. دختره بدون هیچ ترسی و با خوشحالی گفت: چه خوب، امروز تعداد حلقه های من 572 تا میشه. و از اون دو برادر دعوت کرد تا کنارش بشینن و بعد گفت: خیالتون راحت باشه، این غول تا فردا همین موقع خوابه. وقتی دو برادر نگاه نفرت انگیز دختر زیباروی رو به غول دیدن، به دختر گفتن: مگه نمیگی تا فردا همین موقع خوابه؟ پس چرا فرار نمی کنی؟ دختر زیباروی سرش رو با تأسف تکون داد و گفت: این غول منو جادو کرده و طلسم منو کنار شیشه عمر خودش یه جایی پنهان کرده که نمیدونم کجاست. از طرف دیگه هیچ ضربه این غول رو نمیکشه. حتی اگه با شمشیر بزنیم فرق سرش هم نمیمیره. و اگه بیدار شو و ببینه من نیستم، هر جا باشم منو پیدا میکنه و بیرحمانه تر عذابم میده. من قبلا این کارا رو انجام دادم و بیشتر گرفتار شدم. اون دو برادر با تعجب به طنابی که دست دختره بود نگاه میکردن. دختره فهمید اونا مشتاق شنیدن داستان اونن. برای همین گفت: من دختر مغرور سردار بیرحمی بودم که خواستگارای زیادی داشتم که خیلی آدمای لایقی بودن. اما من اونا رو بازی میدادم و از این کار به شدت لذت میبردم. خیلی از کسایی که دوستم داشتن یا دیوونه شدن یا خودکشی کردن. یکی از کسایی که به خاطرم خودکشی کرد پسر مادری بود که جز اون پسرش هیچ کس دیگه رو تو این دنیا نداشت. وقتی پسر خودکشی کرد، مادرش به هم گفت: امیدوارم یه افریتی سر راهت قرار بگیره که تو رو بدزده و یه کاری باهات بکنه که روزی 100 بار آرزوی مرگ کنی. و آه اون مادر دامنگیر من شد و این افریت عاشقم شد. منم وقتی فهمیدم این غول عاشقم شده، از ترس به اولین خواستگاری که برام اومد جواب مثبت دادم. اما دقیقاً شب عروسیم این غول منو دزدید. الان 5 ساله که من اسیر این غولم، ولی دارم ازش انتقام میگیرم. دو برادر با تعجب پرسیدن: چطوری؟ دختر زیباروی جواب داد: این غول بیشاخ و دوم خواب خیلی سنگینی داره. وقتی هم که میخوابه دقیقاً فردا همون موقع از خواب بیدار میشه. منم برای اینکه ازش انتقام بگیرم وقتی خوابه با مردای غریبه‌ای که سر راهم قرار میگیرن رابطه برقرار میکنم.
و بعدش ازشون یه حلقه به عنوان یادگاری میگیرم و همونجور که میبینید حلقه ها رو از طناب آویزون میکنم. تا حالا 570 تا حلقه ازدواج به یادگاری گرفتم که البته امیدوارم امروز 2 تا دیگه از شما هدیه بگیرم و بعد به اون 2 تا برادر پیشنهاد رابطه میده. شهرباز و شاه زمان وقتی حرفای دختر رو میشنون خیلی عصبانی میشن و پیشنهاد اون رو رد میکنن و دیگه اونجا نمیمونن و سعی میکنن هرچی زودتر از اونجا فاصله بگیرن. یکم که جلوتر رفتن شهرباز به برادر بزرگترش گفت وقتی ماجرای خیانت این دختر به شوهرش رو شنیدم فهمیدم که غم و اندوه من در برابر بدبختی و فلاکت این غول بیشاخودم با اون همه قدرت و جادوگریش هیچه. من میخوام دوباره به قصر برگردم و تمام اون خیانتکارا رو مجازات کنم و به سلطنت خودم ادامه بدم. تو میخوای چیکار کنی؟ برمیگردی سمرقند یا همراه من میای؟ شاه زمان گفت هیچ کدوم. من میخوام یه گوشه‌ای برای خودم به صورت ناشناس زندگی کنم و بقیه عمرم رو عبادت کنم. و اینجوری شد که شهرباز و شاه زمان که بعد از 20 سال دوری به هم رسیده بودن دوباره از هم جدا شدن. شاه زمان به سمت مقصد نامعلوم خودش حرکت میکنه و شهرباز با چشمایی که از خشم بیرون زده بود با فکر یک انتقام خونین به سمت قصر حرکت میکنه.